100 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران میگذره. در این مدت معترضین در داخل و خارج از ایران تلاش کردند تا صدای اعتراض خود را به روش‌های گوناگون به گوش جهانیان برسونند. امیر گیتی در مصاحبه‌ای با یک پژوهشگر امور بین‌الملل به بررسی دستاوردهای ایرانیان در طول این 100 روز پرداخته. خانم فلاح، 100 روز از آغاز یک حرکت اعتراضی در ایران میگذره، یک حرکتی که منجر شد به اعتراضات سراسری در تمام ایران. ما اگر برگردیم این 100 روز رو نگاه بکنیم از دید شما به چه چیزهایی رو رسیدیم که قبل از اون 100 روز نداشتیم؟ ما به 2 مسئله خیلی مهم رسیدیم در این 100 روز اخیر که قبلش نه مردم بهش رسیده بودن، نه ما میتونستیم ازش به این توان ازش صحبت کنیم و کلاسش بکنیم. یکیش دسترسی به توانایی مردم هستش. مردم واقعا نمیدونستن تا به این حد توانا هستن که بتونن سیستمی که پایه های خودش رو بر اساس 3 اصل قدرت کاملا مطلقه که خودشون هم ازش صحبت میکنن، مذهب و پول یا ثروت گذاشته بودن، فکر نمیکنن بتونن این سیستم رو تا به این حد بلرزونن. ما به این نتیجه رسیدیم که دولت جمهوری اسلامی ناتوانتر از اون هستش که همه فکر میکردن. خودش از آنچه که از خودش میخواست در تمام دنیا نشون بده، یک قدرت مطلقه واحدی که حتی در منطقه حکومت کنه و در فکر مرز پراکنی و گستردگی مرزهای خودش باشه، ولی تصورش هم نمیکرد که یک خیزش ناگهانی مثل یک سونامی، مثل یک طوفان، یا میتونم بگم به شعله‌های آتشی که فکر نمیکرد این اتفاق در ایران پیش بیاد. این از بعد داخلی. ما از بعد خارجیش هم واقعا میتونم بگم که یکی از خبرسازترین کشورهای دنیا بودیم، شاید بعد از اوکراین که در جنگ واقعی تمام عیار با روسیه هستش، روسیه و ایران. جمهوری اسلامی دست به هر کاری زد که این اتفاق پیش نیاد، که مشروعیتش از بین نره، ولی ما در عرض این 100 روز از بین رفتن مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی رو دیدیم. متوجه شدیم که شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از اون هستن که ادعا میکرد. چرا؟ برای اینکه ناگهان ریال و تومان ارزشش به کمترین میزان خودش رسید. الان میبینیم که با بحران شدید مواجهه. این جنبش 100 روزه اخیر نشون داد که مردم ایران تونستن صداشون به همه جا برسه و از بعد خارجی کشورها قراردادهاشون رو با ایران معلق کنن. مثل دیروز آلمان اعلام کرد که تمام قراردادهایی که قرار بین ایران و آلمان اتفاق بیفته فعلا در حالت معلق خواهد بود. بنابراین در این 100 روز گذشته مردم معترضی که در خیابون‌های شهرهای مختلف ایران بودند و مردم ایرانی که خارج از ایران بودند و پا به پای اونها هر هفته اعتراض خودشون رو انجام میدادن، به یک چیزهایی رسیدند. در کنار این رسیدن به اون چیزهایی که میخواستن، به اون المان‌های مشخصی که بهش رسیدن، شاید آموزه‌هایی رو هم داشتند. بله. اگه بخوایم از اون بود نگاه بکنیم بهش، به چه نکاتی میتونیم اشاره کنیم؟ بله، آموزه‌های خیلی خوبی توی اون بوده. یکی از اونها مسئله همگرایی بین مردم در سطح تمام ملیت‌ها و اتنیک‌های گروه‌های اتنیکی که تو ایران هستن بود. جوانان ما یاد گرفتن که دیگه اون چیزی که بهشون تحمیل شده بود باور نکنن، اون چیزای خرافی که بهشون تحمیل شده بود باور نکنن و باورهای خودشون رو بیارن و امروز ازش یاد بگیرن. اون چیزی که از این جنبش به خارج از ایران رفته باعث شده که حمایت‌های همه جانبه از تمام مردم ایران، مخصوصاً زنان که در صف مقدم بودن، جوانان که بودن و اقلیت‌های ملی و قومی که در صف مقدم بودن و واقعاً مبارزه کردن و خیلی جانشون رو از دست دادن و ضررها و زیان مالی زیادی به همه وارد شده، ولی واقعا بتونن به این نتیجه برسن که میتونن از اینا درس بگیرن و اگر زمانی این جنبش به مرحله یا ایستایی یا تا حدی رکود برسه، یعنی با سرکوب‌های شدیدی که میشه، ولی بتونن در میان خودشون توان دیگه‌ای پیدا کنن که بتونن در آینده با نیروی بیشتری
بتونن یارگیری بکنن، سربازگیری کنن از افرادی که امروز واقعا شوک شدن و خبری ندارن یا اینکه نمیدونن برای چی این اتفاقات پیش اومده یا نگرانن و میترسن، بتونن نیروهای بیشتری جمع بکنن و در آینده با توان بیشتری بر علیه سیستمی که اونا رو در بیش از 4 دهه اخیر زیر انواع اقسام ظلم و فشار قرار داده بتونن ایستادگی کنن.